کتابخانه نیمه شب اثر مضحیک رویای شخصی دیگر. همونطور که دوستان جو او را از کناری ساحل عقب می‌کشیدند و بعد دختری که نورا مدت‌ها پیش اسمش را فراموش کرده بود با اورژانس تماس گرفت، نورا و خانم الم به تماشایشان ایستادند. خانم الم گفت زندگی همیشه مثل یک نمایشه. تو هم وقتی لازم بود نقشت رو ایفا کردی. تا ساحل سمت دیگه رودخونه شنا کردی، با چنگ و دندون خودت رو بیرون کشیدی. اونقدر سرفه کردی که داشتی خفه می شدی و یخ می زدی. اما در هر صورت با وجود مشکلات از رودخانه گذشتی. چیزی رو توی وجودت پیدا کردی. آره، باکتری پیدا کردم. تا چند هفته مریض بودم. کلی از آب کثیف رودخونه رفته بود توی معدم. اما زنده موندی، امید داشتی. آره، اما روز به روز بیشتر داشتم از دستش میدادم. نورا پایین را نگاه کرد و دید که چمنها به داخل کف سنگی کتابخانه کشیده می شود. سپس به موقع رویش را برگرداند و برای آخرین بار یک نظر آب رودخانه را دید. لحظه‌ای بعد رودخانه ناپدید شد و درخت افرا و جو و دوستانش و نورای جوانتر همگی سوسویی زدند و غیب شدند. کتابخانه یک بار دیگر تبدیل به کتابخانه شده بود. اما حالا همه کتاب‌ها دوباره در قفسه هایشان بودند و لامپ‌ها سوسو نمی‌زدند. خیلی حماقت کردم که رفتم توی آب. فقط می‌خواستم بقیه رو تحت تاثیر قرار بدم. همیشه فکر می‌کردم جو از من بهتره. می‌خواستم ازم خوشش بیاد. چرا فکر می‌کردی ازت بهتره؟ چون پدر و مادرت این حس رو داشتن؟ نورا از رکگویی خانم الم عصبانی شد، اما شاید هم حق با او بود. همیشه برای تحت تاثیر قرار دادنشون باید همون کاری رو میکردم که اونها میخواستن. البته جو هم مشکلات خودش رو داشت. من هم تا وقتی گرایشش رو نمیدونستم مشکلاتش رو درک نمیکردم. اما میگن رقابت خواهر و برادر در واقع از رفتار والدینشون نشأت میگیره. من هم همیشه حس میکردم اونها رویاهای جو رو از رویاهای من مهمتر میدونن. مثلا توی بحث موسیقی؟ آره، ولی جو و راوی گفتن میخوان ستاره موسیقی راک بشن. مامان و بابا اول یه گیتار و بعد یه پیانوی الکتریکی برای جو خریدن. بعد چی شد؟ گیتار موندگار شد. تقریباً یه هفته بعد از خریدنش میتونست آهنگ دود روی آب رو بزنه، اما از پیانو خوشش نمی اومد و به این نتیجه رسید که دوست نداره فضای اتاقش رو باهاش شلوغ کنه. خانم الم گفت و اینطوری پیانو گیر تو اومد. این حرفش نه پرسشی بلکه خبری بود. میدانست، البته که میدانست. آره، پیانو رو آوردن توی اتاق تو. مثل یه دوست قدیمی ازش استقبال کردی و با اراده محکم شروع کردی به یادگیریش. پول تو جیبیت رو خرج کتاب‌های آموزشی پیانو و آهنگ‌های موزارت برای تازه کارها و آهنگ‌های گروه بیلدز برای پیانو کردی. چون ازش خوشت می اومد. البته برای اینکه می‌خواستی برادر بزرگترت رو تحت تأثیر قرار بدی. هیچ وقت اینها رو برات تعریف نکردم. خانم الم لبخندی زد و گفت کتابش رو خوندم. خانم الم برای آنکه صمیمیت و تأثیر حرفش را بیشتر کند نجواگون گفت شاید لازم باشه اینقدر نگران تایید دیگران نباشی. نورا، لازم نیست کسی بهت اجازه بده تا خودت. آره، میفهمم. واقعا هم میفهمید. هر زندگی که از زمان آمدن آن به کتابخانه امتحان کرده بود در واقع رویای شخصی دیگر بود. زندگی اولی که ازدواج کرده بود و میخانه داشت رویای دن بود. سفر به استرالیا رویای ایزی بود. حسرت نورا درباره نرفتن بیشتر به صمیمی‌ترین دوستش مربوط میشد تا خودش. رویای قهرمان شنا شدن متعلق به پدرش بود. بله، حقیقت داشت که در دوران کودکی به قطب شمال علاقه داشت و میخواست یخچالشناس شود. اما آن تصمیم هم تا حد زیادی از گفتگوهایش با خود خانم الم در کتابخانه مدرسه شکل گرفته بود. هزار تو هم خب آن هم از همان اول
رویای برادرش بود. شاید هیچ زندگی بی‌نقصی برای او وجود نداشت، اما مطمئناً جایی زندگی پیدا می‌شد که ارزش تجربه کردن داشته باشد. نورا هم متوجه شد که اگر می‌خواهد آن زندگی را پیدا کند، باید دامنه جستجویش را وسیع‌تر کند. خانم الم درست می‌گفت. بازی هنوز تمام نشده بود. هیچ بازیکنی نباید تا وقتی مهره‌ای روی صفحه داشت تسلیم می‌شد. کمرش را راست کرد و صافتر ایستاد. باید از بالاترین و پایینترین قفسه ها زندگی های بیشتری انتخاب کنی. تا الان سعی داشتی واضح ترین پشیمونی هات رو جبران کنی. کتاب های قفسه های بالایی و پایینی زندگی های متفاوتی هن. زندگی هایی که وجود دارن اما هیچ وقت اونها رو تصور نکرده ای یا نخواسته ای. حتی بهشون فکر هم نکرده ای. زندگی هایی هستن که میتونی تجربهشون کنی اما هیچ وقت رویاشون رو در سر نداشته ای. یعنی زندگی های غم انگیزی هستن؟ بعضی هاشون آره، بعضی هاشون هم نه. فقط بحث اینه که زندگی هایی هستن که خیلی به چشم نمیان. همون هایی که برای رسیدن بهشون باید قوه تخیلت رو به کار بندازی، اما مطمئنم میتونی پیداشون کنی. شما میتونین راهنماییم کنین؟ خانم الم لبخند زد. میتونم یه شعر برات بخونم. کتابدارها عاشق شعرن. بعد شعری از رابرت فراست نقل کرد. 2 جاده در جنگلی به هم رسیدند و من به آن یکی قدم گذاشتم که مسافر کمتری داشت و همین سبب تغییر شد. اگه بیشتر از 2 تا جاده توی جنگل به هم رسیده باشن چی؟ اگه تعداد جاده ها از درخت ها بیشتر باشه چی؟ اگه بی نهایت انتخاب داشته باشی چی؟ رابرت فراست در این شرایط چی کار میکنه؟ یاد سال اول دانشجوییش در رشته فلسفه افتاد که فلسفه ارسطویی را مطالعه میکرد. از این حرف او که میگفت کمال هرگز تصادفی نیست کمی افسرده شده بود. به نظر ارسطو کمال نتیجه انتخاب خردمندانه گزینه‌های مختلف بسیار بود. حالا هم نورا این فرصت را داشت که تمام آن گزینه‌های مختلف را امتحان کند. برایش مثل راهی میانبر برای رسیدن به خرد و شاید حتی شادی بود. حال نورا این موقعیت را نمایه عذاب بلکه موهبتی لایق قدردانی می‌دانست. خانم الم مهربانانه گفت به صفحه شطرنجی که گذاشتیم سر جاش نگاه کن. ببین الان که هنوز بازی شروع نشده چقدر منظم و ایمن و آرام به نظر می آید. چیز زیباییه اما خسته کننده است. مرده است. با این حال به محض اینکه یکی از مهره‌های روی صفحه رو تکون بدی همه چیز عوض میشه. اوضاع پرآشوب میشه و به هم میریزه و با هر حرکت آشوب قدرت بیشتری میگیره. نورا روبروی خانم الم پشت میز شطرنج نشست. به صفحه خیره شد و مهره سرباز را 2 خانه جلو برد. خانم الم حرکت او را در سمت خودش تقلید کرد. به نورا گفت بازی کردنش آسونه اما ماهر شدن توش خیلی سخته. هر حرکتی که می‌کنی دنیایی پر از احتمالات جدید رو خلق می‌کنه. نورا یکی از اسب‌هایش را حرکت داد. مدتی به همین روند ادامه دادند. خانم الم در این مدت تفسیر خودش را ارائه داد. اول هر بازی هیچ قدرت تغییری وجود ندارد. فقط به یه شکل میشه مهرها رو روی صفحه چید. بعد از 6 حرکت اول 9 میلیون مسیر احتمالی برای بازی وجود داره و بعد از 8 حرکت 288 میلیارد موقعیت مختلف. احتمالات همینطوری بیشتر و بیشتر میشن. روش‌های مختلف شطرنج بازی کردن از تعداد اتم‌های جهان هم بیشترن. واسه همین همه چیز میتونه به هم بریزه و شلخته بشه. نه فقط هم یک راه درست که راه‌های بسیار زیادی وجود دارن. توی شطرنج هم مثل زندگی واقعی احتمالات پایه همه چیزه. هر امید، هر رویا، هر حسرت و هر لحظه زندگی. در نهایت نورا بازی را برد. حدس میزد خانم الم خودش گذاشته که او برنده شود اما در هر صورت آخر بازی احساس بهتری داشت.
خانم علم گفت خیلی خوب، فکر کنم دیگه وقت انتخاب کردن یک کتاب باشه. نظرت چیه؟ نورا به قفسه های کتاب نگاه کرد. کاش عنوان مشخصتری داشتن. کاش روی یکیشان نوشته بود زندگی بی‌عیب و نقصی که می‌خواهی اینجاست. غریزه اولیش این بود که سؤال خانم علم را نادیده بگیرد. اما هر جا که کتابی باشد همیشه کسی وسوسه می شود که آن را باز کند. نورا می دانست که حس خودش هم به زندگی‌های مختلف همین است. خانم علم دوباره حرف قبلش را تکرار کرد. هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچیک رو نادیده نگیر. اینطور که معلوم شد این حرفش خیلی به کار آمد. نورا گفت یه زندگی آروم میخوام. زندگی که توش با حیوانها کار میکنم. زندگی که به جای کار توی تئوری سیمان، شغل توی پناهگاه حیوانات را قبول کردم. همون پناهگاه حیواناتی که دوره مدرسه توش کار میکردم. آره، لطفاً اون زندگی رو بهم بدین. یک زندگی آرام. اینطور که معلوم شد مخفیانه وارد این زندگی شدن خیلی آسان بود. در این زندگی خواب خوبی هم داشت و تا ساعت 7:45 که صدای زنگ ساعت به گوشش رسید از خواب بیدار نشد. با ماشین هیوندای کهنش که بوی سک و بیسکویت میداد و همه جایش خردریزه غذا ریخته بود، از جلوی بیمارستان و مرکز ورزشی شهر گذشت و آن را در پارکینگ کوچک بیرون ساختمان خاکستری رنگ مدرن و یک طبقه پناهگاه حیوانات پارک کرد. صبحش را صرف غذا دادن و گرداندن سگ‌ها کرد. به این خاطر آنقدر ساده وارد این زندگی شد که زنی مهربان و خاکی با موهای فر قهوه‌ای رنگ و لهجه یور کشایری به اسم پولین به استقبالش آمده و گفته بود که نورا به جای پناهگاه گربه‌ها در پناهگاه سگ‌ها کار خواهد کرد. به همین خاطر نورا بهانه‌ای واقعی داشت و می‌توانست با خیال راحت سردرگم به نظر برسد و بپرسد که باید چه کار کند. مشکل نشناختن اطرافیان را هم نداشت چون همه کارکنان برچسب اسم داشتند. نورا سگ بولماستیفی را که به تازگی به پناهگاه آورده شده بود در حیاط پشت پناهگاه گرداند. پولین به او گفت که صاحب بولماستیف بیچاره رفتار بدی با او داشته. چند جای زخم کوچک و دایره‌ای را روی بدن سگ نشانش داد. جای سوختگی سیگاره. نورا دوست داشت در جهانی خالی از هر گونه شرارت و ظلم زندگی کند. اما متاسفانه دنیاهایی که میتوانست انتخاب کند پر از انسان بودند. اسم بولماستیف سالی بود. از همه چیز میترسید. سایه خودش، بوته‌ها، سگ‌های دیگر، پاهای نورا، چمن، هوا. اما خیلی زود از نورا خوشش آمد و حتی اجازه داد خیلی کوتاه شکمش را بمالد. اندکی بعد نورا کمک کرد لانه‌های سگ‌های کوچک را تمیز کنند. حدس می‌زد به این خاطر قفس سگ‌ها را لانه صدا می‌کردند که حس بهتری داشت، چون قفس مناسب‌تر به نظر می‌رسید. یک سگ گله آلمانی سپاه به اسم دیزل هم در پناهگاه بود که ظاهراً مدت زیادی را آنجا سر کرده بود. وقتی با همدیگر بازی می‌کردند نورا متوجه شد دیزل واکنش‌های خوب و سریعی دارد و تقریباً هر بار می‌تواند توپ را با دهانش بگیرد. نورا از این زندگی خوشش می‌آمد، یا در واقع اگر می‌خواست دقیق‌تر بگوید از نورای این زندگی خوشش می‌آمد. از حالت حرف زدن بقیه با خودش می‌توانست بفهمد چه جور آدمی است. آدم خوبی بودن حس دلچسب و آرام بخشی داشت. ذهنش هم متفاوت بود، در این زندگی زیاد فکر می‌کرد، اما افکارش مهربان و آرام بودند. آرتور شوپنهاور فیلسوف در یکی از دوره‌های آرام و پرلطافت زندگیش نوشته بود ترحم و دلسوزی پایه اصول اخلاقی است. شاید پایه زندگی هم همین بود. مردی به نام دیلن در پناهگاه کار می‌کرد که رابطه‌ای صمیمی با همه سگ‌ها داشت. تقریباً هم سن نورا یا شاید هم جوان‌تر بود. رفتار مهربان و آرام و غمزده‌ای داشت.
موی بلندش که شباهت زیادی به موی موج سواران داشت همرنگ موی سگ‌های رتریور بود. موقع نهار آمد و کنار نورا روی نیمکت رو به محوطه نشست. با سر به ظرف نهار نورا اشاره کرد و مهربانانه پرسید امروز غذا چیه؟ خود نورا هم واقعا نمیدانست چه غذایی دارد. آن روز صبح وقتی در پوشیده از آهنربا و تقویم یخچالش را باز کرده بود، ظرف غذا را آماده و بسته بندی شده دیده بود. در ظرف غذا را باز کرد و یک ساندویچ پنیر و مارمیت و یک بسته چیپس سرکه نمکی در آن دید. آسمان کم کم تاریک و باد شدید شد. نورا گفت لعنتی میخواد بارون بیاد. شاید، ولی سگ‌ها هنوز توی قفسشون هستن. چی؟ وقتی قراره بارون بیاد سگ‌ها بوش رو حس میکنن. واسه همین همیشه قبلش میرن داخل. باحال نیست؟ اینکه میتونن با بینیشون آینده رو پیش بینی کنن. نورا گفت چرا؟ خیلی باحاله. نورا گازی به ساندویچش زد. بعد دیلن بازویش را دور شانه او انداخت. نورا بالا پرید. گفت چی کار؟ دیلن شدیداً شرمنده به نظر می رسید. انگار که ترسیده بود. معذرت میخوام. شونت چیزی شد؟ درد گرفت؟ نه من فقط نه خوبم. نورا فهمید که دیلن دوست پسرش است و در دوران راهنمایی هم مدرسه‌ای بودن. مدرسه هیزلدین. دیلن هم 2 سال از او کوچکتر بود. نورا به خاطر داشت آن روزی که توی کتابخانه مدرسه بود و پدرش فوت کرد، پسری موبور و کوچکتر از او دوان از پشت پنجره باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش می‌دوید. آن پسر همان دیلن بود. نورا نسبتاً از او خوشش می آمد، اما فقط از دور. هیچ وقت از نزدیک او را نشناخت یا حتی به او فکر نکرد. دیلن پرسید حالت خوبه نورستر؟ نورستر؟ آره فقط. آره خوبم. نورا دوباره نشست اما کمی فاصله بینشان روی نیمکت گذاشت. دیلن هیچ مشکل خاصی نداشت. مهربان بود. نورا هم مطمئن بود که در این زندگی واقعاً از دیلن خوشش می آید. شاید حتی عاشقش باشد، اما وارد شدن به یک زندگی به آن معنی نیست که احساسات آن زندگی را هم کسب می کنی. راستی میز رستوران جینو رو رزرو کردی؟ جینو؟ آره همون رستوران ایتالیایی. نورا در دوران نوجوانی به آنجا رفته بود. تعجب میکرد که رستوران هنوز دایر باشد. چی؟ جینو همون پیتزا فروشیه واسه امشب؟ گفتی یه جورهایی مدیر رستوران رو میشناسی. آره بابام میشناختش. خب زنگ زدی؟ نورا به دروغ گفت آره، اما رستوران کامل رزرو بود. وسط هفته عجیبه، حیف شد. عاشق پیتزام و پاستا و لازانیام. نورا گفت درسته. آره قبول دارم، کاملا قبول دارم. میدونم عجیب بود، اما چند تایی رزروی تعداد بالا داشتن. دیلن به همین سرعت گوشیش را بیرون آورده بود. اشتیاق زیادی داشت. زنگ میزنم لا کانتینا. میشناسیش که همون رستوران مکزیکیه. کلی غذای مخصوص گیاهخواران هم داره. من که مکزیکی دوست دارم. تو چی؟ نورا جز حرفهای نچندان مسحور کننده دیلن دلیل منطقی دیگری برای رستوران رفتن همراه او نداشت. در مقایسه با ساندویچی هم که الان داشت میخورد و وضعیت بقیه غذاهای توی یخچالش، غذای مکزیکی خوشمزه به نظر می رسید. بنابراین دیلن برایشان میزی رزرو کرد و در حالی که سگ‌ها توی ساختمان پشت سرشان واق واق می کردن به صحبت ادامه دادند. در طول گفتگویشان نورا فهمید که در فکر همخانه شدن هستند. دیلن گفت میتونیم با هم میخانه آخر جاده رو ببینیم. نورا درست به حرفایش گوش نمی‌کرد. برای همین گفت چی هست؟ متوجه شد که دیلن خجالتی است و تمایل چندانی به برقراری ارتباط چشمی ندارد. بامزه بود. میشناسیش که همون فیلم برایان بیلی که میخواستی ببینی. تریلرش رو با هم دیدیم. گفتی میگن خنده داره و من هم یکم سرچ کردم و دیدم توی سایت راتن تومیتوز از 100 امتیاز 86 گرفته. توی نتفلیکس هم هست. بنابراین
نورا به این فکر افتاد که اگر برای دیلن تعریف کند که در یکی از زندگی‌هایش خواننده اصلی گروه پاپ و راکی موفق و بین‌المللی است و مدتی با رایان بیلی دوست بوده و بعد خودش تصمیم گرفته رابطه‌شان را قطع کند، دیلن حرفش را باور می‌کند یا نه. نورا گفت خب خیلی خوبه و پاکت خالی چیپس را تماشا کرد که روی چمن‌های کم پشت محوطه به هوا بلند شد. دیلن سریع از روی نیمکت بلند شد، پاکت را گرفت و در سطل آشغال کنار نیمکت انداخت. لبخند زنان و سلانه به طرف نیمکت برگشت. نورا درک می‌کرد که نورای این زندگی در دیلن چه می‌دیده. در رفتارش خلوص خاصی بود، انگار که خودش هم یک سگ بود. وقتی این دنیا سگ دارد، چرا باید دنیای دیگری خواست؟ رستوران در خیابان کسل بود و کمی با مغازه تئوری ریسمان فاصله داشت. بنابراین برای رسیدن به آن باید قدم زنان از جلوی مغازه می‌گذشتند. حس آشنای این پیاده روی برای نورا عجیب بود. وقتی به مغازه رسید متوجه شد که تغییری به وجود آمده. پشت ویترین هیچ گیتاری نبود. در واقع پشت ویترین هیچ چیز نبود جز یک کاغذ آچار قدیمی و رنگ رو رفته که به سمت داخل شیشه چسبیده بود. نورا دستخط نیل را شناخت. افسوس که تئوری ریسمان دیگر قادر به ماندن در این ملک نیست. به علت افزایش اجاره خیلی ساده دیگر دخل و خرجمان نمی‌خواند. از تمام مشتریان وفادارمان متشکرم. اشکالی نداره، خودتون رو مقصر ندونین، میتونین راه خودتون رو برین. خدا میدونه اگه شما نبودین ما چی میشدیم. دیلن از نوشته روی کاغذ خوشش آمده بود. گفت آها فهمیدم چه آهنگیه. و لحظه بعد اسم دیلن رو به خاطر باب دیلن روی من گذاشتن. قبلا بهت گفته بودم؟ یادم نمیاد. میشناسیش که همون موسیقی دانه. آره قبلا اسم باب دیلن رو شنیدم. دیلن اسم خواهر بزرگترم هم سوزانه، از روی آهنگ لئونارد کوهن. دیلن از نورا پرسید تا حالا رفته بودی توی مغازش؟ به نظر می اومد مغازه خوبی باشه. نورا گفت یکی دو بار. حدس می زدم خودت هم به موسیقی علاقه داری. قبلا پیانو می زدی مگه نه؟ قبلا آره کیبورد می زدم یکم. نورا متوجه شد که اعلامیه نیل قدیمی است. یاد حرف او افتاد. نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری ها رو با قیافه افسردت فراری بدی. حالا که معلوم شد مشکل از قیافه افسرده من نبوده، به پیاده رویشان ادامه دادن. دیلن به جهانهای موازی عقیده داری؟ دیلن شانه بالا انداخت. فکر کنم. به نظر توی زندگی دیگه داری چی کار میکنی؟ فکر میکنی دنیای خوبی باشه یا ترجیح میدی توی دنیایی باشی که بتفورد رو ترک میکردی؟ نه واقعا همینجا خوشحالم. وقتی این دنیا سگ داره چرا باید دنیای دیگه‌ای بخوام؟ سگ‌های اینجا هم مثل سگ‌های لندنن. میدونی که اونجا خونه گرفته بودم. رفته بودم دانشگاه گلاسکو تا دامپزشکی بخونم. یه هفته هم اونجا بودم ولی دلم خیلی واسه سگ‌هام تنگ شده بود. بعد بابام کارش رو از دست داد و دیگه از پس مخارج زندگیم تو لندن بر نمی اومد. خلاصه اینطوری شد که دامپزشک نشدم. واقعا هم دوست داشتم دامپزشک بشم اما پشیمونم نیستم. زندگی خوبی دارم، دوستهای خوبی دارم. سگ‌ها رو هم که دارم. نورا لبخند زد. از دیلن خوشش می آمد. هرچند که شک داشت مثل نورای این دنیا بتواند دوستش داشته باشد. دیلن انسان خوبی است و انسانهای خوب بسیار کمیابند. وقتی به رستوران رسیدن مردی قد بلند و تیره مو را دیدن که لباسی ورزشی به تن داشت و به سمت آنها دوید. یک لحظه طول کشید تا نور اش را بشناسد. همان اشی که جراح بود، همان اشی که مشتری مغازه تئوری ریسمان بود و یک بار نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود. همان اشی که در بیمارستان او را آرام کرده بود. همان اشی که همین دیشب در دنیای دیگری در خانه‌اش را زده بود تا به او بگوید ولتر مرده. وقت زیادی از رخ دادن این اتفاق نمی‌گذشت.
اما البته فقط خاطره‌ای در ذهن خود نورا بود. اش مشخصاً داشت برای مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه تمرین می‌کرد. دلیلی نداشت که نورا فکر کند اش این دنیا با اش زندگی اصلیش فرق چندانی دارد. البته با این تفاوت که احتمالاً دیشب جسد ولتر را پیدا نکرده است. یا شاید هم جسد را پیدا کرده، اما اسم ولتر در این دنیا ولتر نیست. نورا یک لحظه فراموش کرد در کدام دنیاست و گفت سلام. اش هم لبخندش را پاسخ داد، ولی لبخندش سردرگم بود. سردرگم اما مهربانانه، که این خودش بیشتر باعث خجالت نورا شد. چون در این زندگی هیچ وقت اش در خانه‌اش را نزده، او را به صرف قهوه دعوت نکرده و از او کتاب‌های موسیقی سایمون و گارفانکل نخریده است. دیلن پرسید کی بود؟ یه نفر که توی یه زندگی دیگه میشناختمش. به نظر می آمد دیلن گیج شده باشد. اما بعد مثل سگی که قطرات باران را از خودش می تکاند، سردرگمیش را پس زد و دور انداخت. رسیدند. شام با دیلن. لاکانتینا طی آن همه سال تغییر چندانی نکرده بود. نورا یاد چند سال پیش افتاد که وقتی دن برای نخستین بار به بتفورد آمده بود، او را به لاکانتینا برد. پشت میزی در گوشه رستوران نشسته بودند. زیادی مارگاریتا خورده و درباره آینده مشترکشان حرف زده بودند. نخستین بار بود که دن درباره رویای میخانه روستاییش برای او میگفت. قرار بود مدتی بعد با همدیگر همخانه شوند. درست همونطور که حالا نورا و دیلن قرار است همخانه شوند. حالا که نورا یادش می آمد دن آن موقع با گارسون خیلی بدرفتاری می کرد و نورا سعی کرده بود با لبخندهای متعدد و بیش از حد رفتار بد او را جبران کند. یکی از قوانین زندگی همین بود. هرگز نباید به کسی که مشتاقانه با کارگران خدماتی کم درآمد بد رفتاری می کند اعتماد کنی. دن هم در این آزمون و خیلی آزمون‌های دیگر شکست خورده بود، اما خب نورا باید اعتراف می‌کرد که در هر صورت چندان علاقه‌ای به بازگشت به لاکانتینا نداشت. دیلن نگاهی به دکوراسیون قرمز و زرد شلوغ و پر زرق و برق دور و برش انداخت و گفت عاشق این رستورانم. نورا در دل به این فکر کرد که اصلاً مگر جایی روی زمین هست که دیلن دوستش نداشته باشد یا دست کم توانایی دوست داشتنش را نداشته باشد. به دیلن می آمد آدمی باشد که بتواند در صحرایی نزدیک چرنوبیل بنشیند و مناظر زیبای طبیعیش را تحسین کند. حین خوردن تاکوی لوبیای سیاه درباره سگ‌ها و مدرسه حرف زدند. دیلن 2 سال کوچکتر از نورا بود و او را در کل به عنوان دختری که شنایش خوب است به یاد می آورد. دیلن حتی مراسمی را که مدرسه برای نورا برگزار کرد به خاطر داشت. البته نورا مدت‌ها پیش سعی کرده بود خاطره آن روز را سرکوب و فراموش کند. در مراسم از نورا خواسته بودند روی صحنه بیاید، بعد او را نماینده استثنایی مدرسه هیزلدین معرفی کرده و تقدیرنامه‌ای به او داده بودند. حالا که به آن روز فکر می‌کرد احتمالاً همان مراسم لحظه‌ای بود که نورا تصمیم گرفت شنا را کنار بگذارد. همان لحظه‌ای که فهمید نمی‌تواند با دوستانش راحت باشد و بعد از آن در تمام دوران مدرسه به حاشیه رانده شد. دیلن گفت توی زنگ‌های تفریح تو رو توی کتابخونه می‌دیدم و با یادآوریش لبخند زد. یادمه با کتابدار اون موقعمون شطرنج بازی می‌کردی. اسمش چی بود؟ نورا گفت خانم الم. آره خانم الم، و بعد حرفی تکان دهنده تر زد. اون روز دیدمش. واقعاً؟ آره توی خیابون شکسپیر. با یک نفر دیگه بود که یونیفرمی شبیه پرستارها پوشیده بود. فکر کنم اومده بودن پیاده روی. اون موقع هم دیگه داشتن برمیگشتن خانه سالمندان. خیلی ضعیف و شکننده به نظر می رسید. خیلی پیر شده بود.
به دلیلی نامشخص نورا همیشه اینطور تصور کرده بود که خانم علم سالها پیش فوت کرده و دیدن او در کتابخانه هم باعث شده بود بیشتر این فکر را باور کند. چون دقیقاً شبیه همون خانم علمی بود که در دوران مدرسه می شناخت. مثل مگسی که درون کهربا گیر افتاده باشد. وای نه، خانم علم بیچاره، خیلی دوستش داشتم. میخانه آخر جاده. بعد از شام نورا به خانه دیلن رفت تا با همدیگر فیلم رایان بیلی را ببینند. یک بطری نیم خورده نوشیدنی هم داشتند که رستوران اجازه داده بود با خودشان ببرند. نورا با این بهانه خودش را راضی به رفتن به خانه او کرد که دیلن مهربان و راستگوست و اینطوری بدون آنکه تلاش زیادی بکند اطلاعات زیادی درباره زندگیشان به او خواهد داد. دیلن در خانه کوچکی از خانه‌های ردیف به ردیف و شبیه همدیگر بلوار هاکسلی زندگی می‌کرد که از مادرش به ارث برده بود. خانه به خاطر تعداد زیاد سگ‌های داخلش کوچکتر به نظر می‌رسید. نورا 5 تایشان را دید، اما ممکن بود تعداد بیشتری هم در طبقه بالا باشند. همیشه فکر می‌کرد از بوی سگ خوشش می‌آید. اما حالا ناگهان حس می‌کرد این علاقه‌اش به بوی سگ هم حدی دارد. روی مبل نشست، چیزی را زیر پایش حس کرد. حلقه پلاستیکی که سگ‌ها گازش می‌گرفتند. آن را در میان بقیه اسباب بازی‌های گاز گرفتنی سگ‌ها روی فرش گذاشت. استخوان اسباب بازی، توپ زرد فومی که چند تکش با گاز سگ‌ها کنده شده بود و اسباب بازی نرمی که سگ‌ها سلاخی‌اش کرده بودند. یک سگ چیواوو که آب مروارید هم داشت سعی کرد به پای راست او بچسبد و کارش را بکند. دیلن گفت بیا برو پدرو. خندید و سگ کوچک را از نورا جدا کرد. سگ درشت هیکل دیگری که از نژاد نیوفاندلند و گردویی رنگ بود کنار نورا روی مبل نشسته بود و با زبان بزرگ و دمپایی مانندش گوش او را لیس می‌زد که این یعنی دیلن باید روی زمین می‌نشست. می‌خوای روی مبل بشینی؟ نه، روی زمین خوبه. نورا اصراری نکرد. در واقع از این بابت خوشحال شد. اینطوری تماشای میخانه آخر جاده هم آسان‌تر می‌شد و موقعیت معذب کننده‌ای پیش نمی‌آمد. نیوفاندلند هم دست از لیسیدن گوشش برداشت و سرش را روی زانوی نورا گذاشت. نورا در این لحظه احساس می‌کرد خب نمی‌شد دقیقاً گفت شاد است، اما افسرده هم نبود. با این حال همزمان که رایان بیلی را تماشا می‌کرد که به عشق سینمایی‌اش می‌گفت زندگی رو باید تجربه کرد قند عسلم، دیلن هم به او میگفت که قصد دارد بگذارد یک سگ دیگر هم توی تختش بخوابد. کل شب گریه میکنه، دلش واسه بابایی تنگ میشه. نورا به این درک رسید که خیلی هم از این زندگی خوشش نمیآید. در ضمن حق دیلن بود که با آن نورای دیگر باشد. همان نورایی که توانسته بود عاشقش شود. حس تازه‌ای به نورا دست داد. حس این که داشت جای کسی را میگرفت. با درک این که در این زندگی تحملش در برابر الکل زیاد است، برای خودش کمی دیگر نوشیدنی ریخت. نوشیدنی زینفاندل ارزان قیمتی از ایالت کالیفرنیا بود. به برچسب پشت بطری خیره شد. به دلیلی نامعلوم روی برچسب بیوگرافی کوتاهی از زن و مردی به اسم جنین و ترنس تورنتون نوشته شده بود که مالکان تاکستان سازنده این نوشیدنی بودند. نورا جمله آخر بیوگرافی را خواند. وقتی تازه ازدواج کرده بودیم. همیشه رویای این رو داشتیم که روزی تاکستان خودمون رو داشته باشیم. حالا اون رویا به حقیقت تبدیل کرده ایم. اینجا در دره درای کریک زندگی ما به خوشمزدگی یک لیوان زینفاندله. نورا اندکی سگ بزرگی را نوازش کرد که اندکی پیش داشت او را لیس می‌زد. در فاصله کمی از پیشانی پهن و گرم نیوفاندلند نجوا کرد خدا حافظ. بعد دیلن و سگ‌هایش را ترک کرد.
تاکستان بوئناویستا. در ملاقات بعدی نورا از کتابخانه نیمه شب خانم الن به او کمک کرد شبیه ترین زندگی را نسبت به آنچه روی برچسب بطری نوشیدنی رستوران خوانده بود پیدا کند. بعد هم کتابی به نورا داد که او را به آمریکا برد. در این زندگی اسمش نورا مارتینز بود و با مردی مکزیکی آمریکایی با چشمان براق و 40 و چند ساله به اسم ادواردو ازدواج کرده بود. نخستین ملاقاتشان در همان 1 سال تعطیلات بعد از اتمام دوران تحصیل بود که نورا همیشه حسرتش را می‌خورد. بعد از مرگ پدر و مادر ادواردو در سانحه قایق سواری، نورا این اطلاعات را از مقاله‌های مجله مشتاقان نوشیدنی به دست آورده بود که او و ادواردو آن را قاب کرده و در اتاق طعم‌چشی خانه‌شان آویزان کرده بودند. ارث نسبتا خوبی گیر ادواردو آمده بود و تاکستان کوچک در کالیفرنیا خریده بود. در عرض 3 سال کارشان مخصوصاً به خاطر گونه‌های انگور شیرازی که به کار می‌بردند آنقدر رونق پیدا کرد که توانستند تاکستان بغلی را هم وقتی برای فروش عرضه شد بخرند. اسم نوشیدنی سازیشان را گذاشته بودند تاکستان بوئناویستا که در دامنه‌های کوهستان سانتا کروز قرار داشت. فرزندی هم به اسم الهاندرو داشتند که نزدیک مونتری به مدرسه شبانه روزی می‌رفت. بیشتر درآمدشان از تورهای نوشیدنی خوری بود. اتوبوس پر از آدم در فواصل چند ساعتی می‌رسیدند. آنقدر هم ساده بودند که نورا خیلی راحت می‌توانست برایشان نقش بازی کند. ادواردو پیش از رسیدن اتوبوس‌ها تصمیم می‌گرفت کدام نوشیدنی‌ها را توی لیوان بریزند و بطری‌ها را به نورا می‌داد. بعد که نورا درباره مقدار ریخته شده توی هر لیوان بیخیالی می‌کرد، ادواردو با لحن شاد و مهربان انگلیسی و اسپانیایی ترکیب می‌کرد و می‌گفت اوهو نورا، دسپاسیو، یه ذره زیاد ریختی. سپس گردشگران می آمدن و در حالی که نوشیدنی ها را ذره ذره مزه می کردن و در لیوان می چرخاندن، نورا فقط عطر نوشیدنی را بو می کرد و می کوشید به تقلید از ادواردو کلمات درست را به زبان بیاورد. توی این یکی میشه عطر چوب رو حس کرد یا اینجا میتونین رایحه گیاهان مختلف رو استشمام کنین. تمشک خوشبو و غلیظ و نارنگی عطرآگین که با کمی رایحه زغال سنگ سوخته ترکیب شده. این زندگی هم برای نورا حسی نسبتاً بشاش و شادی‌آور داشت. ادواردو طبیعت بسیار مهربانی داشت و به نظر می آمد ازدواج موفقی داشتند. شاید حتی به موفقیت ازدواج زوج تصویر شده روی برچسب بطری نوشیدنی که حین لیسیده شدن با زبان سگ دیلن با او نوشیده بود. نورا حتی اسمایشان را به یاد داشت. جنین، ترنس، تورنتون. حس کرد حالا خودش هم روی برچسب بطری زندگی می کند. ظاهرش را که داشت. مدل کالیفرنیایی موهایش دقیق و بی‌عیب و نقص بود. به نظر می آمد خیلی خرج دندانهایش کرده باشد. پوستی برنزه داشت و با اینکه احتمالاً مقدار زیادی نوشیدنی شیراز می نوشید، سالم و سرحال به نظر می رسید. شکمش هم آنقدر محکم و صاف بود که می شد با یک نگاه حدس زد هر هفته ساعتها ورزش پیلاتس می کند. با این حال تنها بخش آسان این زندگی این نبود که وانمود کند خیلی چیزها درباره نوشیدنی ها می داند. نقش بازی کردن در هر زمینه‌ای برایشان خیلی آسان بود که این نشان میداد دلیل رابطه ظاهراً موفقش با ادواردو این است که ادواردو در واقع توجه چندانی به او نشان نمیداد. پس از رفتن آخرین گردشگران، ادواردو و نورا یک لیوان از نوشیدنی‌های خودشان را در دست گرفتند و زیر ستارگان نشستند. ادواردو گفت آتش سوزی لس آنجلس رو مهار کردن. نورا نمیدونست در این زندگی چه کسی در خانه لس آنجلس نورای ستاره پاپ زندگی می کند. نورا به آسمان صاف و سرتاسر پوشیده از صور فلکی خیره شد و از ادواردو پرسید قشنگ نیست؟ چی؟ کهکشان. آره. ادواردو سرگرم گوشیش بود و حرف زیادی نمیزد.
بعد گوشیش را زمین گذاشت و باز هم حرفی نزد. نورا در روابط انسانی 3 نوع سکوت می شناخت. یکی سکوتی که از بی‌اعتنایی و در عین حال پرخاش نشأت می گیرد. یکی سکوتی که می گوید ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم و دیگری سکوتی که ظاهراً ادواردو و نورا بین خودشان ساخته بودند. سکوتی که از سر بی‌نیازی به صحبت ایجاد می شد. سکوت پیش هم بودن، درست همانطور که آدم می توانست در تنهایی ساکت بماند و مشکلی نداشته باشد. با این حال نورا دوست داشت حرف بزند. ما با هم شادیم مگه نه؟ چی شده این رو میپرسی؟ چیزی نیست، خودم میدونم که شادیم، فقط بعضی وقتها دوست دارم بشنومش. آره شادیم نورا. نورا جرعه‌ای از نوشیدنیش را نوشید و نگاهی به همسرش انداخت. او با وجود هوای کاملا ملایم پلیور به تن داشت. ادواردو مدتی دیگر پیشش ماند و بعد بلند شد و زودتر از او برای خوابیدن رفت. من یکم دیگه همینجا میمونم. ادواردو مشکلی با این موضوع نداشت و پس از کاشتن بوسه‌ای روی سر نورا سلانه دور شد. نورا لیوان در دست بلند شد و میان تاک‌های روشن شده با نور ماه قدم زد. به آسمان صاف و پرستاره خیره شد. این زندگی مطلقاً هیچ مشکلی نداشت، اما نورا در دل آتشی حس می‌کرد که او را به تجربه کردن چیزهای دیگر، زندگی‌های دیگر و احتمالات دیگر فرا می‌خواند. حس می‌کرد هنوز توی حواس و آماده فرود آمدن نیست. شاید بیشتر از آنچه فکر می‌کند به هوگو لفور شباهت دارد. شاید به راحتی ورق زدن کتاب می‌توانست زندگی‌های مختلف را از سر بگذراند و تجربه کند. با درک اینکه فردا حالش بد نخواهد شد، بقیه نوشیدنی را هم سر کشید. زمزمه کرد خاک و چوب. چشمهایش را بست. دیگر خیلی طول نمی کشید به هیچ وجه. همانجا ایستاد و منتظر ماند تا ناپدید شود.